سلام چطورین؟ آقا میخوایم امروز بریم باغ گل فکوری. خب اینجا که میبینیم مامان من چون علاقه خیلی زیادی به گل و گیاه داره اینجا کمین میکنه برای خریدن گل، ولی اون گلی که دوست داشت رو پیدا نکرد. برای همین دوان رفت سمت یه مشتری و بهش گفتش که آقا شما باغبونی؟ آقا هم با یه حالت بدی گفت نه خانم، من باغبون نیستم. همینجا داشتیم قدم میزدیم میرفتیم که یه صداش کردم، گفتم مادر محترم وایسا، ما با هم اومدیم. این سری گل هایی که میبینین همشون فکر میکنم یکی یه نمونه توی خونه ما موجوده. همینطوری که داریم میریم دیدیم که اون گلی که میخواست رو پیدا نکرد، ولی من اینجا اینا دیدم که خیلی خوش رنگ و جینگول مینگول بودن. از اینام داریم. خب رفتیم یه سالن دیگهش، فعلا اینجا دو حسن یوسف گرفتیم و اونایی که گل داره اون گوش است. این هم یه نمای کلی از اونجا و شکار یک کسی که داره سعی میکنه بره خرید کنه و اینجا یهو گل مد نظرش رو دید و بدوی رفت که گلا رو برداره و ما تمام این گلایی که میبینین و یکی یه دونه از هر رنگی برداشتیم. تا یه ویدیوی دیگه، بای بای.